هر کس به هر طریقه میخواهم مشهور شوه، در یوتیوب و اینستاگرام هنرمندی زور شوه. یک کس با سخن پند، یک کس با دروغ و فن، گاهی وقتا زیق میشه گاهی میشوی خرسند. با سخنای به معنی بعضیمون عادت کردیم، فهمیدن و فهمیدن بسیار کارای بد کردیم. بینه اینستاگرام تو بگه رکلام، لباسی نپوشیده باید کی بینه همه. یک کس با جنگ و جنجال، یک کس شوخی پریکول، بعضی ها بر راهی کج، یک کس با نانی حلال. یک کس با دیوانگی، یک کس با بیچارگی، هر کس با هر طریقه دارم با خود زندگی. چی گناه دارد کودک بیچاره را میزنی، میگه ایرش کی مردک خانه نیست آمدنی. خلاصه بر هر نوه باید کی مشهور شوند، در بین پادکستچیکا بلاگری زور شوند. خیلی ما دادیم غمش، امروز کدای علمش، مرا اخیر نگرفت او دختره برحمش. ای قفای تو دویده با مقصدش رسیده، بعد حضرت افتیدک او جونکش دمیده. بینین ای رکلامه را گپ زدنی بچه را، میگه در حیات باید توجیک یک بار بپره. گپ ما فهمیده ای که مرا سنجیده ای، روز شب بود دخترک زیمت رنجیده ای. بیاین ما از این پس یگان گپی خوب بگیم، در واتساپ و اینستاگرام یا کی در یوتیوب بگیم. با جز خدای تعالی هیچ کس بگناه نیستی، باید کی نکی